هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، چرا اکثریت زنها فرزند به دنیا نمیارند؟ خواهران عزیز، وقتی که تو از دایره قانون شریعت بیرون قدم میگذاری، پس پروردگار صاحب قدرت است، تو را به هر راه و واسطه نشان میدهد. مثلا هنگامی که تو به حیایی و یا بینمازی میکنی و شوهر تو از دختردار شدن تو ناراضگی میکند، پس غضب پروردگار میشود و شما را به ناخن فرزند محتاج میگرداند. ما وقتی که به قدر فرزند میرسیم که به حال مردم بی فرزند نظر اندازیم، اما به همه این نعمتهای خداوند شکر باید کرد. علم طب سببهای به فرزندی را چنین شرح داده است. اصلا در این مسئله مردها سببگارند، زیرا وقتی که آنها در دولت‌های خارجه با زن‌های فاحشه بیگانه هم بستری میکنند، پس آنها به بیماری‌های سیل، سپید، سوزاک و دیگر بیماری‌های ناخوب مبتلا میشوند. پس برادران عزیزم، هنگامی که تو با این کارهای زشت دست میزنی، آیا غضب پروردگار بیدار نمیشود؟ آیا این کار زشت تو سبب فرزندی تو نمیگردد؟ البته به حیاگی زنها و خواهران ما و یا همخوابگی شوهران شما با زنهای فاحشه سببگار چنین به فرزندی ها میشوند. دین مبین اسلام سببهای به فرزندی را چنین شرح داده است. اصلا به فرزندی به تقدیر الهی وابستگی داشته، به هر بنده‌ای که بخواهد ارزانی می‌دارد و به هر کسی که نخواهد نصیب نمی‌گرداند. خداوند در سوره شورا در آیت آخرین این سوره می‌فرماید: من پروردگاری هستم که به کسی بخواهم پسر می‌دهم و به هر کسی بخواهم دختر می‌دهم و به هر کسی بخواهم دوگانگ می‌دهم. باز هر زنی را که بخواهم عقیم و نازایش می‌گردانم، یعنی به فرزندش می‌گردانم. دوستان عزیز، در اینجا معلوم می شود که از نظر اسلام فرزنددار شدن به اراده قدرت پروردگار می شده است. خواهران عزیز، شما هیچگاه رو افتاده مباشید، زیرا در تجربه زندگی بودن زنهایی که 30 سال و یا 40 سال دردی به فرزندی کشیدند، اما روز با مرحمت الهی مشرف یک فرزند خوب شدند. آگاه باشید، زیرا این همه از مهربانی و خواست خداوند می شود. وظیفه مادران و برادران ما چیست؟ آنها باید رشته امیدشان را هیچگاه از الله تعالی کنده نکنند، بلکه در نمازهای تهجد دست دعا برداشته از درگاهش طلب کنند. انشاءالله نور بالای نور می شود. بیاید به تاریخ حضرت عیسی علیه السلام نظر اندازیم. حضرت عیسی علیه السلام را پروردگار در رحم مادرش یعنی مریم به پدر به وجود آورد. پس ای خواهران عزیز، تو یک نظر به قدرت الهی انداز، پس دلت تسکین می‌یابد. انشاءالله تو هم صاحب یک فرزند بیگناه می‌شوی اگر تکیه به ذات پر اقتدار داشته باشی. برادران عزیزم، نه تنها تو به فرزندی، بلکه پیغمبرهایی بودند که در زندگی اصلا صاحب فرزند نشدند، و مانند حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام، اما به قدرت الهی تسلیم شدند و صبر کردند. پس تو هم صبر کننده باش، انشاءالله همش خوب می شود. باقی خدا حافظ شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.